بچه هم گپ زن گوشتی چیه؟ ای خاک در سرت مر با چی میپرسی؟ گوشت گوسفند ها نمیخورم. چرا؟ مرا ورش گفت که تو دولینی داری. ای کاش که تو بمری تو زمین بکشه بهتره. تو نمیپرسی که الله در قرآن گفت که عرق حرام، زنا حرام، غیبت حرام، گیره فروشی حرام، زن حرام، پیشی بری سینه تا زن تا محکم بکنی حرام است. اینا نمیپرسه. چی میگه؟ گوشتی چیه؟ گوشت گوسفند نمیخورم. چرا؟ مرا ورش گفت که نخو که تو دولینی داره بمری. ای کاش که تو بمری تو خلاص شوی امین بیناموسی. الله میگه که عرق حرام نخو ننوش. ای جوانان عزیز ما خطاب نیستم بگذارد چرا مردم تو سرگردان میکنی؟ بگو مرا گراب کنید برای در پیش ایوان گور کنید. تو صدقه قرآن شوی، تو صدقه حدیث رسول اکرم شوی. ناموس در اسلام است، ناموس در قرآن است. تو وقتی ناموس نداری تو چرا خطا نام تو بگی مسلمانم؟ من حیرانم. این روز بگو که یا مسلمانی یا کافر هستی. تو منافق نشو. تو قرآنم، تو مسجد بند نکو، تو ورزید قرآن نبرو. تو کیلون گرفتی برای کیلون بچت بگی. تو چرا میگی که یک بچه دارم تو میکنم رستوران با توبه میکنم؟ نه توبه قبول نیست. تو نعوذ بالله عرق عشقش قدی فراری زن و مرد جمع کنی بابا کی من مسلمان؟ نه این کار نمیشه برادر جمن. در پیشگاه خداوند جواب میگی. بنابراین لحاظ یکم گروه کسی است که عرق نوش، دویمش که آقی پدر و مادر، کسی که پدر و مادرش از وی ناراض روی جنت نمیبیند. سومش دیوس کی است؟ همین جوانایی که در مسکو کار میکنن آماده سپوشکه میخرن برای عروساشون. امروز عیده میبرن نگر زنک لوات سرخ بکو امروز جورای ما قطی رو پرو میشی. بعد این جوان میبره در پیش جوراش میگه زنک قطی جورای ما سلام بکو. با در پیش خودش دستی سفید زنشه جوراش میشپونه. با تاجیک تو اگر نشپونه بوی نمیتیه. قایدی تاجیک همیه. اگر کارخانه‌ش هم بود رئیس هم باشه زنکا قط سلام میکنه. عروس میداره از دستی گفته میره بالا کابینتش میداره. تاجیک مردم دستی زنکا را تا نشپونه با نمیره. بای جوان چخ میسته در بالای سر میشینه میگه عروسی هم برو قطی جوری رقص بکن. ای رود سیات بدبخت کو یک بار ساعت یک شب بخه بگه عروس بخه در پیش میان رقص بکن. می برقص میگم شوس مردک در پیش جورات رقص میکنن. قطی جورات سلام میکنن خش زیبا میکنن. خونت کی آمد با لباسای کانش میپوشه تنش کی گاو میکنه بیچاره برو تپرا میکنی فقط با کوچه میروی دخترای شلوغ کوچه رو با تماشا میکنی. نعوذ بالله کجا رفتیم ما با کدام راه رفتیم؟ ما و شما جوان بداریم، ما و شما بی ناموس نشویم. ناموس اسلام است، ناموس قرآن است. اسلام ما و شما را با آبرو میسازد، غیر قرآن ما و شما را به آبرو میسازد. بنابراین لحاظ الحمدلله رب العالمین موضوعی که من آیتی که من خواندم همین است که در سوره مومنین خداوند چی میگه؟ قد افلح المؤمنون، نجات یافت مسلمان ها. مؤمنان نجات یافتند. کدام؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، مردمانی که در نماز در حالت نماز خواندن آب چشم میکنن گریان میشوند. امروز در بین ما و شما چیل درخت است نماز نمیخونه قرآن نشته بیچاره. اگر ملا بلنگواکه بگیره در میگه چی میگه؟ خب کأنهم حمور مستنفره فرت من قصوره. رنگی که در کوه پامیر یک خری وحشی شیر ببینه با تمام قوتش میگریزه که مرا میخوره. مسلمان میگریزه. یا فناتیکن یا بیکارن. روت یا فناتیک. پدرت مرد پدرت گور کرد، مادرت مرد مادرت گور کرد. تبارک در بالای قبرت خان ترا میگه زینا نکن عرق ننوش. این فناتیکو او جوره که ترا ورزاب میبره زن تا تماشا میکنه سینه هاشه دختر تا خانهش میاری تماشا میکنه تمام نیتی بد داره. او فناتیک نیو ملایی که بیچاره میگه برادر تو گیرهی نکش عرق ننوش